خیلی خوش اومدید. یه لحظه صدای بازی من کم کنم که صدای من داشته باشید. سلام دوستان، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل KKR. خیلی خوش اومدین آقا. امروز اومدیم یه دست بتل رویال با هم دیگه بازی کنیم. و آقا اگه این ویدیو رو داری میبینی و ماینکرافت بازم هستی، اینو بدون که من ویدیو ماینکرافتی هم میذارم. از همه چی من ویدیو دارم، چه کالاف، چه کیوتی، چه فوتبال یا هر چیز دیگه. و الان میخوایم بریم با هم دست بتل رویال بزنیم. لایک و ساب فراموشتون نشه آقا. بریم بزنیم. آلکاتراس کی میاد نمیدونم. بریم بتل اونو بزنیم. راستی من اکانتم یه بار بهتون نشون بدم بعد بریم سراغ بازی. نه اکانت من 3 تا لژند داره، 35 تا پیک بنفش، 106 تا مدی آبی داره. امجی 40 دارم، 118 و خیلی چیزایی دیگه. چی واسه هم اومده؟ این باکس اومده. خب زیاد وقتتون نمیگیرم، بریم برای دست بتل رویال. خب تو نمیاری عزیز مخاطب لا. خب حالا اگه لود شد پوفیوز لود شد. نمیاد بالا نمیاد. آقا دوستان من وقتتون نمیگیرم تا این ویدیو رو استاپ میکنم. بازی شروع شد حتما دوباره روشن میکنم بریم من ببینم. آقا ببخشید ویدیو رو یه ذره دیر استارت کردم، یکی زنگ زده بود چرمندم من واقعا. بله همینجا میپرم. پشت اون انمی هست، همه دارم میرن. حاجی خیلی شلوغه، درم میده. بسم الله الرحمن الرحیم. پینگمون خدا کنه فقط بالا بره. ایکی 47 بنازم. فقط چرا اوکی کاش مدیک فهم داشتم. مدیک هم که شماره 1 برداشته. شارژ داره تمام میشه. نه من ویدیو رو میگیرم از شما. گروه پتر شارژ هر چیز دیگه که مال کاری من میشه. لوکاس بذار لوکاس برم. لوکاس صدا ماشین میاد. بینده منم پافیوز. خب اینم از این بینده. چقدر باز اون فاصله داریم؟ زیاد نی. خدا شکر با پای پیاده میشه رفت. چقدر داریم ویدیو الان؟ چقدر از وقت ویدیومون رفته؟ داش الو چه کلاس روشن شد. یه لحظه من اینو بیارم اینجا. 4 دقیقه است داریم ضبط میکنیم. آقا من زیاد نمیخوام وقتتون رو بگیرم. انمی چیز دیدم روشن میکنم دوباره چیز رو ایکس رکوردر رو. فعلا نه صبر کنید صدا تیر میاد. پافیوز مینزا پافیوز. صدا تیر اومد آجی. خب این بر خبری نیم. انمی دیدم دوباره روشن میکنم. فعلا خداحافظ.
لیسا خاموش نشون. من اینجا صدا پا گرفتم یه لحظه تو تیرم اومد بچه ها. این خبری هست بله اونجا تفیوز منو دانش بزنی حرام زاده بدا منو میزنی تفیوز بدا خونه کن سه تیمه اون یکی من زیر ندارم یه آرمون میزنی عشق کردیم داشت این چجوری زد صدا پا دارم کلک میزنم بدا خونتون بسر خوب اینجوری میزنن یاد گرفتین؟ بریم برای جمعش اوه صدا تیم میاد یه دلم میگه برم یه دلم میگه نرم چیکار بودم میگه که اصلا برم نمیدم نه من باخت نمیدم نه اینش این ترایات اینجا این دیوار اونجا داره من برمیم پاپی من گل خوردم ترای هارده ولی من میزنمش تا اینجا نیومدم چه باخت بدم یکی وای آقا اگه کسی اومد تگ منو میگیره من دوباره روشن میکنم فعلا خدا نگهدار شماره یک ماشاءالله مشتیه بچه یاد بگیرید تو گیم همیشه مشتی باشین این شماره یک 100 متر با هم فاصله داره ولی خب بیاد چیزام آقا اینجا صدای من نیومد بهش گفتم یوتیوبرم بیا تگ منو بگیر ضایع نشه داشتم میگفتم نه بابا کی گفته من خودم بهشون ناسون گرفتم بیخیال بعدم میبینم تو فعلا یا حسین شماره یک در حال جنگه با ماشین دنبالشن من هر سری میکروفون رو باز میکردم صدام نمیومد اینجا بهش گفتم ماشاءالله فقط برو فقط در برو چه هیجان انگیزه گفتم بریم ما هم ببینیم بودو هی ماشاءالله شماره دو اومد تک منو بزن شماره دو اومد پافیوز تک منو بزن تک منو اینجا بهش گفتم تک منو بزن آقا من اینجا بهش گفتم من یوتیوبرم من دنبال میکنی آیدی پیجم بهش دادم فقط اینجا رو ببینید فکر کرده بروکن اینجور گنده گوزی میکنی یه جور زدمش بره دیگه برنگرد
ماشاءالله. به این میگن مرام معرفت بچه ها. به این میگن مرام. اونا دنبالم دمتم گرم. باش بیا الان بیا سوار شو. داشت برو بیا سوار. اینجا هم بهشون گفتم سریع سوار شیم میایم بریم. شمار تو زود بریم. اوه بچه بهشون گفتم اینجا شلوغه نه ولی اونا به حرف من گوش نکردن. بهم گفت هی برو طرف گاندرا. منم چاره جز گوش کردن به حرفش نداشتم. و اینجا متاسفانه خودتون ببینید. آقا اینجا حواسم نبود میکروفون خاموش کنم و بهتون میگفتم که امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و ساب فراموشتون نشه. تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار شما.